سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. صدف اسپهبدی از بازیگران نوظهور سینمای ایرانه که در سالهای اخیر به شهرت رسیده و موفق به کسب سیمرغ جشنواره فیلم فجر شده است و در حال حاضر فیلم هتل رو روی پرده سینما داره و تازه‌ترین موفقیتش برنده جایزه حافظ از جشن حافظ شده. چندی پیش در نشست خبری رشته ورزشی پدل که در محل فدراسیون تنیس برگزار شد و محمد رضا گلزار به عنوان عضو هیئت رئیسه و سرپرست تیم ملی پدل معرفی شد و با عکسی در صفحه اینستاگرام خود برای تیم ملی آرزوی موفقیت کرد. نفس بازقی، دختر 17 ساله پژمان بازقی و مستانه مهاجر اولین نقش خود را در یک سریال ایفا کرد. بازی نفس بازقی در 2 قسمت سریال گناه فرشته مورد توجه قرار گرفت و امیدها به بازیگری او افزایش یافته تا پدیده‌ای جدید به عرصه بازیگری معرفی شود.